با سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستانی که همراهمون هستن و اونایی که در ادامه همراهیمون میکنن. این ویدیو برای معرفی چنل هست که هدف ما چیه و برای چی داریم این کار رو میکنیم. خیلی خلاصه میگم، این ویدیو بدون هیچ هزینه و منتی قرار گرفته شدن که حتی شده تونسته باشیم به یک نفر کمک کرده باشیم و این راه رو براش هموارتر کنیم. خب این چنل رو ما ساختیم که چند تا استراتژی موفق رو برای شما عزیزان ارائه بدیم و همراهتون باشیم در این راه و این کار رو فقط و فقط برای خداوند و شما عزیزان انجام میدیم. در ابتدای کار بتونه اطلاع بدم این استراتژی ها واسه افراد مبتدی نیست، بلکه واسه افرادی هست که سبک کار خودشون رو داشته باشن و اینا رو به عنوان نقطه ورود یا تاییدیه استفاده کنن. دوستان این استراتژی ها رو جدی بگیرید، با تمرکز گوش بدید. واقعا مطمئنم که حداقل وین ریت شما رو 20 الی 30% افزایش میدم. خب بریم سراغ معرفی استراتژی ها. اول بگم که من اینا رو به سه دسته معاملاتی تقسیم کردم، یعنی فست اسکلپ و سوینگ، که هر کدوم با استراتژی خودتون سازگاره رو بتونید راحت تر پیدا کنید. خب از فست اسکلپ تا سوینگ به ترتیب هستم. بریم سراغ استراتژی ها. خب استراتژی اول، خطوط 1 دقیقه زیگزاگ. این استراتژی روی 1 دقیقه اجرا میشه و فست اسکلپ هست واسه کسایی که توی 1 دقیقه کار میکنن، به شدت مفیده. استراتژی دوم، نظم سفارشات 5 مین. بچه ها این استراتژی کاملا محاسباتیه که بر اساس کندل ها و ریورسال ها انجام میشه که استراتژی فست اسکلپ با استراتژی سوم هم فست اسکلپه. خب استراتژی سوم، نظم سفارشات مقاومتی. چرا بهش میگم مقاومتی؟ به این معنیه که بر اساس مقاومت ها کشیده میشه که بعدا در سر یه جاهای خاص اون مثلا نقاط رو میذاریم که نقاط احتمالی برگشت فردا رو بگیریم ازشون. استراتژی چهارم، بست فیبو. بچه ها این استراتژی واقعا وین ریت بالایی داره، به شدت توصیه میکنم که اینو نگاه کنید. واقعا میگم ارزش خودشو داره. استراتژی پنجم، استراتژی مووینگ اوریج ها. یه 5 تا مووینگ اوریج که میتونی ازشون به عنوان جذب قیمت یا ریورسال قیمت و پول بک آن استفاده کنید. هم میتونه ریورسال باشه، هم میتونه به عنوان پول بک ازش استفاده کنی. بعد اینکه بشکنه پول بک خودشو میده این مووینگ اوریج ها. خب استراتژی ششم، نظم سفارشات 1 ساعته. بچه ها اینا استراتژی اسکلپن، اینا نصفشون محاسباتیه و نصفش هم مقاومتیه که بعداً در ویدیوهای آموزشی استراتژی ها خواهی فهمید. استراتژی هفتم، نظم سفارشات 4 ساعته است که این استراتژی سوینگ کاملا شبیه استراتژی ششم، فقط نقاط برگشتش وین ریت بهتری دارن. هرچی کلا توی تایم فریم بالاتر بری اون نقاط قوی ترن. مثلا بخوای روی 4 ساعت نقاط رو بذاری یه 5 دقیقه حداقل تیپی 2 رو بهت میدن. حتی هم اگه توی 4 ساعت نخواد مثلا بهشون جواب بده ها، کلا یک کم احترام هم بذارن در حد تیپی 2. اینو بدونید.
استراتژی هشتم استراتژی چنگال اندرو 5 دقیقه. بچه ها واقعا من با این استراتژی 2 تا پراپ پاس کردم و امیدوارم با این استراتژی بهترین ها رو به دست بیارید. ولی خب میگم استراتژی هشتم یه سری قلقای خودشو داره که باعث میشه ریتش خیلی خیلی بهتر بشه که بعداً توی دوره دیگه قلقای همه اینا رو میگم. خب استراتژی نهم چنگال اندرو 4 ساعته. بچه اینا رو خودم مثلا بهینه کردم. این مثلا چنگال اندرو یه ابزاره که با یه جوری مثلا ازش استفاده میکنم و مثلا اعدادش رو تغییر دادم که شده بهترین ابزاریه که دارم، بهتر ترلاینه، بهتر از همه چیه ممکنه. ولی استراتژی نهم کلن واسه ترید کردن نیست، بس فقط واسه تعیین جهته. اصلا واسه ترید استفاده نکنید، چون ممکنه مثلا وارد معامله بشید، بیاد استاپتون رو بزنه، بعد بره در همون جهتی که میخواید. استراتژی دهم نکات طلایی. نکات طلایی یعنی چی؟ بچه ها تو این استراتژی من هم نکات شاخص ها، ارزها، نکاتی که باعث بشن تریدتون بهتر بشه، استاپ گذاری، تیپی گذاری، کلن یه استراتژیه که واقعا به درد بخوره که حتما اگه اینا رو نخواهید ببینید اینو ببینید، چون واقعا به درد بخوره. تجربه 2 سال ترید منه. خب بچه ها نمیخوام تایم ویدیو زیاد طولانی بشه، امیدوارم به بهترین ها برسید و بتونید بهترین استفاده رو از این استراتژی ها ببرید. واقعا میگم من اینا رو فقط برای رضای خدا و خودتون اینا رو میذارم. من هیچ نیازی ندارم اگه میخواستم اینا رو مثلا پکیج کنم یا مثلا بفروشم، نیازی ندارم. اما فقط دوست دارم خودتون استفاده کنید و بهترین ها رو به دست بیارید. خدا نگهدار تا ویدیوهای بعدی. فعلا.